آیسان عزیز، اومدیم سر مزار عمو ایرج. انقدر از خاطرات عمو ایرج و پاپا قدیر تعریف کردی که فکر میکنم یک عمر دارم میشناسمش. ویدئوت هم که گذاشته بودی بابت اینکه دیروز لب ساحل بودی داشت صحبت میکردی، گفتی عمو ایرج گفته آخرش من نمیدونم تو میخوای چه کاره بشی. من الان اومدم اینجا به عمو ایرج گفتم که پرچمت بالاه و عقاب سرسفید در ارتفاع 1000 پا در آسمان‌های آمریکا با 15 میلیون بیشتر 20 میلیون 25 میلیون عقاب دیگه داریم پرواز میکنیم. عمو ایرج رو ببین و براش انرژی مثبت بفرست. گفتم شاید بخوای تصویر شاید نزدیک ببینی. اینم که مزار عزیزان در گذشته روستای چلندر. خیلی از این عزیزان فوت شدن و خانواده هاشون خارج از کشور هستن. خواستم این فیلم رو بفرستم که از راه دور اگر عزیزی دارین و از دست دادین اینجا هستش، تو هر کشوری که هستین ببینید و انرژی مثبت بفرستین و انشالله روی همشون شاد باشه.